می شود که این پایلوچ ها، این بیک لباس ها، این کمبغل ها، این چوپان ها صاحب دولت می شوند و چکار میکنن؟ یا تطاولون فی البنیان، در آشیانه انداختن، در خانه انداختن با یکدیگر مسابقه میکنن. در دوره های رسول اکرم این آشیانه هایی که در ما و شما بود اینها وجود نداشت. رسول اکرم این پیشگویی حضرت بودند، نشانه های قیامت برای ما و شما خبر دادند. وقتی گفتند این نشانه ها که ظاهر شد، امت من هوشیار شوین که قیامت نزدیک است. پایلوچ ها و بی لباس ها و فقیرها و پادبان ها یتطاولون فی البنیان، در بنیان، در آشیانه و در خانه های زیبا مسابقه میکنند. امروز شاید که این نشانه